تخم کدوها وارد دستگاه تابه میشن. بعد از 10 دقیقه حسابی میپزه و به نمک آغشته میشه. بعد از الک شدن وارد لوبک برقی میشه. نمک و نشاسته که اضافه شدهش دستگاه رو روشن میکنن. و به این صورت بسته‌بندی میشه برای ارسال. همشون میان اینجا که تولید فقط امروز خوشبار محسنه. برای عید اگر میخواید از الان دوستان سفارش بدید، دیر میشه. قیمتش هم کیلویی 290,000 تومانه و بیش از 200-300 مدل مغزیات داره. مثلا همین تخم کدو رو ببینید 3 مدل داره، 2 آتیشه داره، گل پردار داره. و برای عید هم از الان دوستان بیاید سفارش بدید. اگه برای شرکتتون میخواید پک درست کنید، پک های باحالی دارن، بیاید با توجه به قیمت روز پک رو براتون میبندن و تحویلتون میدن برای کارمندا. درسته؟